تا حالا برات پیش اومده که حس کنی یه 1000 پایی؟ این حس بارها و بارها برای من پیش اومده. من فکر میکنم که رها 1000 تا دست داره و میتونه همزمان 1000 تا کار مختلف رو انجام بده بدون اینکه مشکلی براش به وجود بیاد و بدون اینکه حتی خسته بشه. حالا شاید برای شما سوال پیش بیاد که اصلا چرا یکی باید بیاد که محتوایی درست کنه و بگه که ما 1000 تا دست نداریم؟ چون من فکر میکنم که همه آدما به واسطه سوشال مدیا و دنیای مدرن این فکر رو میکنن. همه آدما فکر میکنن 1000 تا دست دارن و میتونن 1000 تا کار انجام بدن، خسته نشن، افسرده نشن، غمگین نشن و بترکونن بدون اینکه حتی وایسن. همه ما نمیدونیم که ما 1000 تا کار مختلف رو با هم نمیتونیم انجام بدیم، چرا که ما انسانیم. ما گاهن میتونیم ضعیف باشیم، میتونیم شکننده باشیم، میتونیم خسته باشیم، میتونیم از دنیا گسسته باشیم و میتونیم دلمون نخواد یه کاری رو انجام بدیم. قرار نیست که شما هر روز مثل یک ماشین از صبح تا شب کار کنید و لیبل موفق رو بچسبونید. خود تویی که الان داری این ویدیو رو میبینی چند بار حال نداشتی یه کاری رو انجام بدی ولی خودتو مجبور کردی. اومدم به عنوان یک آدم کاملا معمولی بهتون بگم که شما میتونید خسته باشید. شما میتونید هر روز 1000 تا کار رو انجام ندید. بچه‌ها شما ماشین زندگی ساز نیستین. شما ربات نیستین که هر روز زبان بخون، درس بخون، کار کن، ورزش کن، پر انگیزه باش، ادامه بده. نه، یه جایی کم میاری، یه جایی گند میزنی تو تغذیه‌ات، یه جایی کار نمی‌کنی، یه جایی درس نمی‌خونی، یه جایی زبان نمی‌خونی، یه جایی میبازی. همه این بدوها برای اینه که از باختن جلوگیری کنیم. یه جایی ما میبازیم و باختن به نظرم بزرگترین شجاعت زندگی یک انسانه، چون از اونجاست که زندگی واقعی شروع میشه. اجازه باخت به خودت بده، اجازه خسته شدن به خودت بده و یادت باشه که تو ربات نیستی. با خودتون مهربون‌تر باشید با این من شرقی غمگین. ما همون یه مش شرقی غمگینی. به نظرم باید با این شرقی غمگین کمی مدارا کنیم. و نظرتون رو راجع به این موضوع به هم توی کامنت ها بگین و تو ویدیوهای بعدی بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. ماچ به کلتون.